ایالات متحده 1969 نیل آرمسترانگ و باز آلدرین قدم بر روی ماه گذاشتند. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از چنل چلتوب. ما اینجاییم با این سوالی که خیلی من دیدم که حتی آشناها دور اطرافیان خودم میپرسن، اینکه آیا واقعا آمریکا به ماه رفته یا رفتن آمریکا به ماه دروغه. خیلی واضح دارن این ادعای آمریکا که حالا به ماه رفته رو رد میکنن. حالا بیایید ریز بشیم در این موضوع و بیشتر راجعش بدونیم. خوشحال میشم که چنل ما رو حتما حمایت کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید و برامون کامنت بذارید. بریم سراغ این ویدیو. 400,000 تا کارمند و پیمانکار ناسا زحمت کشیدن، یعنی شب تا صبح کار کردن تا نیل آرمسترانگ و باز آلدرین تو سال 1969 قدم روی ماه بذارن. ولی جالبه که فقط یک نفر این ایده رو داد که همه اینا فریب و دروغ بوده. اونم کسی نبود جز بیل کایزینگ. اوایل این حرفی که آقای کایزینگ زد در حد یک حالت شوخی طوری بود، ولی آروم تبدیل شد به یک تئوری که توی ذهن خیلی از آدما هست و این تئوری این بود که آقا ایالات متحده اصلا فاقد توانایی فنی برای رسیدن به ماه. کایزینگ در واقع توی برنامه فضایی ایالات متحده دخالت داشت و کمک کرده بود، یعنی به طور خیلی کوچیکی. یعنی در سالهای 1956 تا 1963 کارمند یه شرکتی بود، یه شرکتی که طراحی موتورهای موشکی میکرد که مربوط میشد در واقع به ناسا. توی سال 1976 کایزینگ جزوه‌ای به نام ما هرگز به ماه نرفتیم، کلاهبرداری 30 میلیارد دلاری آمریکا منتشر کرد که به دنبال اون شواهدی رو هم برای محکومیت پروژه آمریکا ارائه کرده بود. حالا از یک سری فتوکپی و اینا که واقعا هم مضحک بود. یعنی اگر بخوایم واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم خیلی شواهد ضعیفی بود. ولی خب همین مدارک مضحک و اینا جریانی رو به راه انداخت که تا امروز ادامه داره و این حالا ما این تئوری ها رو توی فیلم های هالیوودی، مستندهای فاکس نیوز، انجمنهای ردیت، کانالهای یوتیوب، اصلا همین کانال و حتی شاید بگم در آینده کانال مدگل خانوم داشته باشیم این رو. یعنی منشأ اینا فقط 4 تا فتوکپی بود که واقعا شواهد قوی محسوب نمی شدن. با وجود حالا حجم فوق‌العاده‌ای از شواهد که شامل 382 کیلو سنگ ماهه. آقا 382 کیلو سنگ ماه جمع آوری شده توی 6 مأموریت. تاییدیه از روسیه، ژاپن، چین، اون تصاویر مدارگردهای شناسایی ماه ناسا که حالا ردیابی فضانوردان در غبار ماه رو بر عهده داشتن، تمامی اینها واقعا به چشم نمیاد. ولی جالبه که اعتقاد به این توطئه که سفر به ماه دروغ بوده از سال 1969 اصلا شکوفا میشه. جو روگان در میان افرادی که شک داره به این موضوع. شین داوسن یوتیوبر هم همینطوره. یک استاد جامعه شناسی هم توی نیوجرسی همینجوری بوده که انگار به دانش آموزاش میگه که آقا اینا همه‌اش دروغ بوده. حالا این استاد جامعه شناس این موضوع رو مطرح کرده که آقا ناسا انقدر تنبل بوده که توی مأموریت‌های آپولو 15 و 16 و 17 یه ماهنورد استفاده کرده. خب برادر من چه ربطی داشت؟ حالا دوستان واقعیت اینه که ما توی دورانی هستیم که خیلی راحت با استفاده از اینترنت میتونید خیلی از حرفا رو، حالا چه درست چه غلط، به مخاطبتون بخورونید. اینجوری بگم بهتره چون خودمونم کار رسانه میکنیم، میدونیم. خیلی از آمریکایی ها هم در واقع عاشق تئوری توطئه هستن، حالا هر تئوری که میخواد باشه. مدگلم فکر کنم اینجوری بوده. حالا بازم اینا اوکیه. توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی بریتانیا یک آقایی رو آوردن که داشت استدلال می‌کرد. خیلی جالبه. گفت که آقا اصلا نمیتونه کسی روی ماه قدم بذاره. چرا؟ چون ماه از نور ساخته شده. آقا این دیگه ستمه دیگه. این آخه چی بود آخه؟
از هر 6 نفر بریتانیایی فقط 1 نفره که با جمله فرود بر ماه انجام شد موافقه. اینجور مسائل بیشتر در میان جوانانه که بابه و بررسی‌ها نشون داده که 21% از افرادی که مخالفن با اینکه آمریکا تونسته به ماه بره بین سن 24 تا 35 سالن. Okay, I'm on the top step. It's a very simple matter to hop down from one step to the next. You've got 3 more steps and then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. حالا لابد بخوایم بگیم که آقا این قبلا مثلا حالا اینترنت نبوده، مغز اونا رو شستن، اینجور حرفا که به نظرم درست نیست. اتفاقا اینترنت بوده که شاید مغز آدم ها رو شسته. البته نمیدونم، اینترنت هم حالا یک تیغه دولبه است، ولی چیزی که ما از شواهد میبینیم کاملا واضحه که اینها واقعیت داره. ولی خب میگم دیگه اینترنت و شک و شبهه و اینجور چیزها. کایزینگ هم تا زمان مرگش که باشه سال 2005 همچنان معتقد بود که کل این ماجراها یک کلاهبرداری بوده و توی یک استودیوی تلویزیونی ضبط شده این صحنه هایی که حالا در تلویزیون نشون داده شد. نکته جالبی که حالا کایزینگ اشاره میکنه، یه نکته جالب فقط داشت حرفاش اینه که آقا آمریکا فقط برای اینکه نشون بده از در واقع شوروی کم نیاورده این کار کرده و چون ناسا و آمریکا نتونستن به ماه برن و مدیریت ضعیفی داشتن و اون در واقع تکنولوژیش رو نداشتن، مجبور شدن که آقا فیلم برداریش کنن. این حرف تا حدودی حداقل به واقعیت میدانی نزدیکه. حالا اگر ما بخوایم یک گذاری بزنیم به رقابت آمریکا و شوروی، این بود که در اکتبر 1957 اسپوتنیک 1 رو شوروی پرتاب کرد و 1 ماه بعدش دقیقاً 1 سگ رو با اسپوتنیک 2 فرستاد فضا. حالا در حالی بود که آمریکا اصلا برنامه فضایی نداشت. اواسط دهه 60 ناسا بیش از 4% از بودجه فدرال ایالات متحده رو مصرف میکرد، ولی خب هیچی که هیچ. یعنی اینها همش در حالتی بود که شوروی حتی اولین زن رو هم به فضا فرستاده بود. آمریکایی‌ها هم پشت سر هم شکست‌های متعددی رو تجربه میکردن. حالا اینا رو گفتم که خودش در واقع یکی از شاید بگم دلایل اصلی این تئوری توطئه‌ای که به وجود اومده همین باشه که آقا این شکست ها بود و شاید آمریکا کاری کرد که بخواد نشون بده که آقا از شوروی کم نیاورده. ولی خب حالا یه سری چیزها هم الان میگن که آقا این آمریکا شوروی اینها اگر واقعا رفتن و بیشتر آمریکا الان که انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده پس چرا دیگه نمیرن. واقعیتش اینه که اصلا به چه دردی میخوره؟ یعنی چه دستاوردی داره اینکه حالا آمریکا بخواد دوباره بره به ماه یا کشورهای دیگه بخوام بره؟ اصلا دستاوردی محسوب نمیشه حقیقتا. این مال یک زمانی بود که این در واقع بین آمریکا و شوروی اون جنگه بود، جنگ سرده بود و میخواستن که ببینن کدومشون قدرتمندترن و خب اون درگیری اون زمان بود. الان دیگه این معیاری نیست و اصلا چرا بخوان هزینه‌ای بکنن که برن به ماه؟ قبلا رفتن و حالا برای چی بخوان دوباره برن مشخص نیست، چون چیز خاصی نداره. حالا اونا هم میگن که اون سال ناسا از جلوه‌های ویژه و افکت و اینا استفاده کرده و برای ساخت ویدیو که حقیقتا خیلی عقلانی نیست، چون جلوه‌هایی که مثلا سال 2019 استفاده میشه چجوری سال 1969 در دسترس ناسا بوده و مثلا اون 600 میلیون بیننده تلویزیونی کسی اصلا متوجه چیز مشکوکی نشده. خب این هم زیاد با عقل جور در نمیاد. حالا نمیدونم دیگه. خلاصه این که این یه مختصری بود از این کشمکش فضایی و این تئوری توطئه. حالا خوشحال میشم که نظرات شما را هم توی کامنت رو بدونم و ببینیم که آقا چندیم. اگر موضوع تاپیکی هم توی ذهنتون هست در کامنت ها حتما برام بنویسید، میخونم. اگر جالب بود میتونم که اون را هم براتون ویدیو بگیرم. خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو دیدید. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید. تا ویدیوی بعدی میبینمتون.